خسته نباشید. ساعت آب گرم. چه کار داری بکنی؟ دیگه دارم وسایلمو جمع میکنم و با اجازهتون رفع زحمت کنم. این چند وقته خیلی بهتون زحمت دادیم. ایشالا تهران تشریف آوردی جبران میکنم. گفتم چی کار داری بکنی؟ عرض کردم وسایلم رو دارم جمع میکنم و که چه؟ که رفع زحمت کنم، برم که اومدین تهران وقت دوباره جبران کنم. تو هیچ جا نمیری. نه، گفتم که دارم وسایلمو جمع میکنم که رفع زحمت کنم که بیاین تهران جبران کنم. منم گفتم که تو هیچ جا نمیری. مثل اینکه متوجه نمیشین. اون وقت تهران اومدیم جبران میکنم. اشتباه نکن. بله؟ من یک بار دیگه با سحرناز حرف میزنم. بیا و گیرش با هم فامیل وشیم. ما دوست داریم که تو با ما فامیل وشی. آره، که من اتفاقا اصلا نه دوست دارم که با سحرناز خانم ازدواج کنم، نه با شما فامیل وشم. این حرف آخرته؟ بله بله. گوش نکردی؟ این حرف آخرته؟ میگم بله دیگه. بله گفتم بله. پس جول و پلاست جمع کن تا نیم ساعت دیگه گورت از اینجا گم میکنی تا دیگه او ریخته نحست نبینم. خیلی حالا یه 2 ساعت دیگه اگه نشد که هوا تاریک میشه، من دم صبح رفع زحمت میکنم. همین حالا آخه هوا تاریک میشه تو این جنگل، این اطراف گرگا منو پاره میکنن. بهتر تا نیم ساعت دیگه اگه جول و پلاستو جمع نکنی وری خودم از گرگ بدتر تیکه پارت میکنم. بسیار خوب، من میرم، ولی بدون که دیگه این دفعه میرم. این دفعه میرم. خوب گوشاتون رو وا کنین ببینین چه وگوام. من وگوام زن از مرد سر بید. واسه همینه که هیچ زنی به هیچ مردی احتیاج نداره. وداره؟ نداره. من وگوام یه زن اگه وخواد شیرزن و باشه باید و ترشه. هرچی ترشیده تر شیرزن تر. حالیتان و شد؟ اسدیا گندشو در آورده بیدید. هرچی نگفته بیدم. ما قبلا از این حرفا نداشته بیدیم. از این به بعد وداریم. چی بخوای بگویی ها؟ غلط وکنه چیزی بگوه. شما حرف حساب وزدین، حرف حساب جواب نبداره. حرف حسابم نوزدم باز جواب نوداشت. تو هم یه بار دیگه اگه رو تو زیاد وکنی ها این برره رو سرت خراب وکنه. نظام باید بوی نظام باید. نظام چی وشده؟ نظام ودادمون برس. یه کاری بکن. چی وشده؟ سرناز داره همه چی رو زیری رو بکنه. لعنت به هرچی پایین برره که هرچی بدبختی و خرابی از پس پایین برره. یا به چی وشده؟ حالا وگو بینم. دخترها رو جمع کرده بید و گویا که شوهر نوکنی. آره. حالا بهش نشون بدم همچین نسخی ازش وگیرم که به این تاریخ برره ثابت بشه که من چه کار وکردم. ویا ما باید همیشه عصبانی باشیم و طلبکار. انگاری که ارث بوامون رو بخوردن دیگه هم بهمون پس نودادن. یه بار دیگه بگوام عصبانی باشیم و طلبکار. انگاری که ارث بوامون رو بخوردن هیچ وقتم پس نودادن. ها؟ تو چرا اینجا وشستی؟ هر اومدم یه چرخ بزنم ببینم در شهر چه خبر بید. چرخ بزنی یا دست بزنی واسه سحرناز خانم؟ من دست نبزدم. بزنین تا فشار حالش بشه. پشه رو هوا بید و کشتم. تون اونا رو وکشتم. بله. سحرناز شنیدم بلبل زبونی وکنی شعار وگویی. درست به عرضتان برساندن.
اینجا هر کی بخواد حرف در وکنه شعار وگوه با من طرف بید. به من وگوهن نظام. به منم وگوهن سحرناز. حیف که نبخوام با تو دهن به دهن وزارم وگرنه بهت نشون ودادم. تکلیفتم بعدا من مشخص وکنم. حالا تو برو آرد نخودتو وکش چتماخ. برو. واه الان گزارش بعده همین الان چیکار نکنه؟ داره جلو پلاسش جمع میکنه گورش گم کنه. ای بی چشم رو ای بی این همه محبت بهش در برگردیم، این همه شکر خورش برگردیم، یه دختر ترشیده ما رو نبگرد. حقتون بود. چقدر بهتون گفتم که مهمون کشونش وکنی. اگه قیمش کرده بیدین الان اینجور نمیشد که. کیه؟ یکیتون بیاد در رو باز نکنه. آک بچود باز چه شده؟ شما نگرفته از سر مشم داره خون بچه کرد. چه خبرته؟ درا شکاندی؟ یا این جلوی خوارتون وگیر و تمام دخترهای بررا رو وطورشونه. یا یه دیوونه رو وگیرید اینو وگیرتش ساکتش وکنه یا دوباره جنگ. فهمیدی؟ جنگ. نصف نخود علامت جنگ خونین بید. بابا نفهمیدی این نخودو با چی نصف کرد؟ با دندوناش با وای وای با کدام دندانش؟ با ای. وای اگه با این دندون نصف کرده یعنی اگر جنگ در بگیره تو برای بالا و پایین یک نفرم زنده نمونه. من دیگه حوصله جنگ نداشته بیدم. چه کنی؟ من میگم این سرنازه زودتر شوهرش بدیم از شرش راحت وشیم با. چی بگویی با این سرناز با این حرفایی که از خودش در بگرده هیچ که حاضر نیست اونو به همسری در بگیره. وگو هم ورین با این تهرانی حرف بزنین تا نورفته یه جوری دلشو نرم کنین بلکه این بیاد سحرناز منو وگیره این جنگ خونین در نوگیره. خب سیاست نداشته باشید دیگه با سیاست باش حرف بزنین. ها با سیاست. اجازه هست؟ شما که هیچ وقت اجازه نمی گرفتین. اختیار داری جیگر. ما همیشه اجازه و می گرفتیم و تا تو دلمون اجازه و می گرفتیم جیگر. حالا چرا هی به من میگین جیگر؟ اصلا نمیفهمم یعنی چی؟ ما دوستت داریم فرهاد. ورو ما چشم کن. برای چیه این کارا؟ موضوع عشق بید. موضوع نزدیکی روح‌ها به یکدیگه بوده. موضوع اینه که تو از اول جزو ای خانواده بودی کسی نمیدانسته. بله
وای ایمان تو بید. این چیه؟ این کلید برره پایین بید. تو از این به بعد شهروند افتخاری برره پایین بیدی جیگر. همین راهش بید. خب خنده در مکنه این شهر. همینه. ما شما اینجا چرا وای نایستادین؟ من اینجا وای نایستاده بیدم. شما اینجا وای نایستاده بیدین. نه خب مگه نه ببینی وای نایستاده بیدم اینجوری که نکردم. و گوهم بوا و شیرفرهاد ورفتن اینجا پیش تهرانی ها. نه من چه بدونم، یعنی نه ورفتن. چی بگویم من نه ورفتن. صدا خندشم ویاد. صدا خندشم؟ پس چرا من نبشنوم؟ نه صدا خنده و مگه قرار نبیدین تهرانی گورشو گم وکنه وره. حالا با بوا و شیرفرهاد ورفتن باش خنده در وکنن. من برم نه وای بهش چیز بید. راستش این بیدش که خب حتما رفتن خدافزی در کنن و گفتن این لحظه آخری یکم خنده در کنیم، خاطری خوشی برگذاریم از خودمون. بعد بید برو بعد بید دشته برو. میدم مجسمه کلته بسازن، نصب کنن کنار مجسمه بز تو میدان اصلی برره. چه مجسمه‌ای خواهد شد. بله. علت این همه محبت چیه؟ محبت که علت نه خود. علتش وجود نازنین خودت بید عاشق. همه چی در دنیا علت و خود جز عشق، جز محبت عین خودت. و عین خودم که چی؟ من مثل خودت که ایجوری و عاشق و شدی، ایجور از خودت عشق در و کردی. عشق در و کردن؟ ببخشید برای کی عشق در و کردن؟ برای سرناز. راستی چی و شد که تو یک بار عاشق این دختر و شدی؟ فکر کردی بدون او سقط بشی؟ من هرچی به شما پدر و پسر هیچی نمیگم دیگه، دارین گندشو در میارین. من اول اومدم رسم ادب رو به جا بیارم و به پاس این مهمان نوازی که کردید هیچی نگم. من غلط کردم، از خودم عشق در کرده باشم. من محاله با این مادر فولادزر ازدواج بکنم. من محاله با دختر شما خواهر شما ازدواج بکنم. چه و گفتی ها؟ هیچی بوا، شوخی در و کرده. شوخی با مزه هم بوده. نه من اصلا شوخی ندارم، به هیچ وجه شوخی ندارم. با شما هم ازدواج نمی کنم. از خودم هم هیچی در بر نکردم. تو فکر نکردی من ون میرم واسه که با تو ازدواج بکنم ها؟ چهره‌تون که داره اینو نشون میده ظاهرا. بله شوخی بکنم. آره بله. گوش وگیر ببی چی و گوه. خیلی خوب، من خودم میرم و ساتت میکنم. بری وگی به سهرناز که شوخی از خودت در و کردی، دیگه هم از این غلط ها نبکنی. منم وگوهم تو اگه بری خدمت سرناز بهش بگی، یعنی یک عذرخواهی ساده در وکنی ها، اونم بخشش در وکنه ها. سهرنازم قلبش خیلی مهربون بید. اگه معذرت بخواه یا محبت در وکنه خیلی مهربون. شما بذارین من زنده بمونم ببینم چه خاکی تو سرم میکنم. حالا یه ساعت به عکس کی زل زده بیدی؟ این عکسی که از همقطارهای دوران اجباری من بید. هیچ خاطراتی مثل خاطرات دوران اجباری نبید. آی هم قطار کجا بیدی که دلم برات اندازی نخود وشه. تو اینجا بیدی یک ساعت هم دنبالت وگردم؟ من همینجا بیدم. از صبح تا حالا نشسته بید عکسی که از هم قطاراشو نگاه کرده بید، دلش تنگ شده بید. من به تنگی و گشایی دلش کار نداشته بیدم. پاشو که خان منتظر داره دنبالت وگرده. پاشو. طوری شده بید؟ خان سرما خورده بید، تو رو فقط صدا وکنه. پاشو بریم.
آخ من مردم، پس چرا نیومدیم جان نثار؟ من که مردم که. نه ویاد خود تحمل نداره. جان نثارم قربان. ای خاک بر سرم بشه. ای وای من کور بشم اینجور شما رو نبینم. مگه من مرده بدم قربان؟ چی بشد قربان؟ بسه دیگه انقدر شعار نده، بخواب. برای چی قربان؟ من فقط بتونم جانمو نثارتون بکنم. اینم جزو همونه، بخواب. چقدر بس کنی جان نثار. ای بخواب دیگه. حکیم برای خاص سوزن پلیسترین و داده خانم و ترسه. بخواب به تو بزنن. آفرین. یعنی سوزن خان رو بر من فرو بکنن؟ پس به کی بزنه؟ جان نثار من توی دیگه. جان نثار دو تا فنادوره. بله جان نثارم قربان، اما به سرتون قسم تاکنون به خودم سوزن فرو نبکردم. خفه نظام بگی بخوابونش. دکتر بزن حالم بده دیگه. کمک نکنید. ای وای نیزم. ای نیز دکتر. ای کیانوش. ای وای نه خواهش بکنم. ای وای تموم شد. سلام شیر فرهاد. حالت خوبه؟ خوب بیدم. مشکوک میزنی؟ نه چیزی نبشون. راستی از کیانوش چه خبر؟ بهتر بید؟ حالش بهتره، خبر مرگش. الان 10 قدم میتونه راه بره. ای چقدر خوب. نیست که عاشق سهرناز و شده، میخواد وگیرتش، ما مجبوریم تحملش وکنیم. سهرناز خانومم اونو دوست ودارید؟ جانش واسش در ورفت. و گوهم شاید یه کسی پیدا بشد که سهرناز خانم اونو بیشتر از کیانوش دوست داشته بید. فکر نوکنم، مگه ای که معجزه‌ای بشد. وی کجا با این کمر علیت کجا وری؟ پاهام خوش شده، میرم یه کمی قدم بزنم دیگه. فردا پس فردا میخوام برم. وی پس عشقت به سرناز چی وشد؟ چه گلای خوشبویه. شاخه چند؟ کی بیدا؟ کی جرأت وکرده گل بندازه تو اتاق سهرناز؟ ای جرأت و داری خودتو نشون بده. الان ویم خدمتت برسه. کش کجا بید و کشمش؟ یا مکنی باز چی وشده دختر؟ چی مکنی تو ما؟ یکی جرأت وکرده واسه من گل در وکنه. به جان مو دستم بهش برسه همون گل تو سرش خورد وکنم. نه بفرما. تو؟ من نه خانم محترم، این پنبه رو از گوشتون در بیاریم. من با شما ازدواج بکن نیستم. آره؟ بله آره. ازدواج نبکنی؟ نه کاشکی تو همون تهرون مونده بودم اعدام میشدم. آقا چی میخوای از جون من؟ آخه کشتین منو. ای بابا اشکالی نداشته بی گوش بگیری و چی بگوام؟
بس سرناز خوب اشناسم. ها شادونه خانوم، اگه تو وگی من اشتباه کردم معذرت بخواهم، خب منم وسادت کنم بگم تو غلط ببخشید غلط نه که نه جوانی کردی خامی کردی، مطمئن باش اون تو رو بخشش کنه. خدا کشتن منو، چی میخواین جون من دیگه این کمر؟ حالا که طوری نشده بید بخوای سحرنازم و صدا بزنم همینجا جلو همه ازش معذرت بخوای. ها بخوای. من حالتم واسه معذرت خواهی خوب نیست. بذاری خوب شم خودم میام خدمتشون. ولم کن. بدبخت بید، بیچاره بید. هر چقدر اگه بد اخلاقی در وکنی ها من بیشتر هلاکت وشم. تا آخر عمرم اگه بد اخلاقی وکنی من همزور هلاکتم بازم برات گل پرت وکنم. کی جرأت وکرده واسه سحرناز از این چرت و پرتا از خودش در وکنه ها؟ وکشم بگو اما کیانوش خان تا 2-3 روز هیچ تکون نمیتونی بخوری. ای به جهنم، یه قاطر بگی سالار جا منو بنداز رو قاطره هر جا میره بره، خودم هم پول قاطر رو میدم، فقط یه جایی بره دیگه سحرناز زمین. نه بگو. خیلی رود زیاد بید. ای بابا ای کمکم کنم. سحرناز آروم بگیر، باز چی نشد آخه؟ مثل این که زبان آدم سرش نبشه. هرچه با زبان خوش، با انسانیت، با مهربانی باهات حرف زدم حالیت نبش شد. این دفعه دیگه عصبانیم کردی. ای بابا کمکم کن سالار. ای داد نبزن. خب بگو چی شده باز آخه؟ همین الان این چرمنگ زردبند واسه من از پنجره گل در کرد. چی؟ کیانوش گل در کرد؟ ها کیانوش. ای با آخه یکی توضیح بده من چجوری تو حالت دمرو میتونم من خودم گل در کنم؟ بابا شما شاهدید. راست بگو دختر، بابا تو همچی با اون مهربانیات همچی زدی تو این کمر. این بدبخت دیگه تا یه هفته دیگه نتونه تکون بخوره. چجوری گل در کرد؟ ما اینجا بودیم این تکون نبخورد، هیچ تکون نبخورد. همینجا. پس کی بید همین الان واسه من از پنجره گل انداخت عشق در کرد ها؟ یعنی بالاخره یکی پیدا شد که عاشق سحرناز من باشه. چه جور شعری دوست داری در کنم؟ یه شعر عاشقانه در کن، یه شعری که احساسات و عواطف از درش در کنه. گوش بده تو بگوام. قلب مادر کمکی آمد و رفت، اشک مادر کمکی آمد و رفت، پسرم ما نگهی هیچ نکرد، لبخند ترکی داد و رفت. نه بگو عاشقانه در کن. عاشقانه بید دیگه، عشق مادر به فرزند پسر، بی‌وفایی پسر که برای مادرش در کرده. ببین بگور، یه شعری وشد که عشق یه آدم به سحرناز، عشق سحرناز به اون آدم، فقط بی زحمت اگر ممکن وشد اسم اون آدمه زان نثار بید بهتر بید. آره؟ بله. نه یه وقت فکرت بد در نکنی ها. اون یه زان نثار دیگه بید، اونم یه سحرناز دیگه. من فقط بخوام تو تاریخ ادبیات چنین شعری وشد. یه دقیقه صبر در کن تو بگوام. داره ویاد وی اومد. کو؟ شعر رو بگوام. آها. گوش بده تو بگوام. سحرنازو بکن نازو که بینم، دهم جان و نثارا تا تو بینم، اگر ترشیده باشی یا نباشی، تو را همچون پری واره بینم. آفرین بگو، عالی در کردی. بگو جانه بگو. بگو هم در تاریخ ادبیات اگر یه زان نثاره برای یه سحرنازی چون این شعری وخونه،
آن سحرناز خوشش ویا. این شعر اگه وزری رو سنگ آب شه بره تو زمین، فقط موقع خوندنش تون بعد از خودت احساس در کنی، بقیهش حل بیت. بله. خوب گوشاتون رو وا کنین و ببینین چه بگوام. یه نفریه که یه مدت جرأت کرده واسه من از پنجره خانه گل در بکنه. اگه دستم بهش ورسه که خودم با همین دستا خفش بکنم، وگرنه هر کدامتان اسمشو واسه من بیارید براتون جایزه در بکنم. حالیتان و شو جانت وکش دختر زشتی. زشت اونی بید که واسه سحرناز گل در بکنه. حالا وگو هم سحرناز شاید واقعا یکی عاشق وشد که هی گل بیندازه. عاشق سحرناز؟ هیچ هم خنده نداشته بید. اتفاقا من خودم یکی رو شناخته بیدم که جان نثار، تو بیجا وکردی که کسی رو بشناسی. از کی تا حالا شلغم هم وشده جزو میوه ها. جان نثار، دیگه جایی که من بیدم آن دهانتو با نوکنی ها، وگرنه بعدم با نخود پرش وکنن. حالیت وشو. من دارم برم و گفته باشم هر کدامتان اسم آن که جرأت وکرده واسه من گل بندازه رو بیارین، از خودم یه جایزه بزرگ در بکنم. نیومدم فلنگو ببندم برم. گورتا گم وکنی ها؟ بله با اجازهتون. این الاغ رو هم برداشتم که چمدونم. در واقع میخواستم یکی رو ببینم که پول الاغ رو بهش پرداخت کنم. چه خوب شد شما رو دیدم. پولش تو سرت بخوره. برش دار برو. به همه یعنی از همه خداحافظی کنی. خداحافظ. واسه همیشه داری بری؟ بله بله. وگوام دیگه بر نبگردی ها؟ نه نه. خب پس ورو به درک. چیه؟ چرا برگشتی ها؟
خونه چرا باز بید؟ نکنه کیانوش دست من در برفته. کسی اینجا نبوده؟ سرداز با کجا بید؟ داد بیدا اینجا هم هیچکی نبید، نه اثری از سرناز بید نه از کیانوش. بیاین بیچاره بشدیم، بیاین اینجا. چی بشده؟